جهان گم شده مهری پدر و فرزندی. در جهان گم شده مهری پدر و فرزندی. در نرستم بچه بایست سری سران، در نرستم بچه بایست سری سران. سری منصور برآورد بدار، جرعه‌ای می سری منصور برآورد بدار. وای آن کس که همه عمر می نخورد، می نخورد. هر کی با دشمنی خم نوان از چوبه، زود باشد که سری خویش چو گردان، زود باشد که سری خویش چو گردان. در دلم جای تو خالی است، در ره دیده من جای قدم‌های تو خالی است. هیچ کس هم نتواند که بگیرد جای در سینه تنگم، بکند آب به گرمی نگهش این دل سنگم، که دیگر کار محال است. به حرمخانه دل که گمان کرده بودم مال من است، هیچ حرف تو نپرسیدی و خود جای نمودی. بار دیگر جای تو را می دادم، اختیار دل اگر در کف من بودی. جای بند است، جای بند است ولی خالی است. چون تو رفتی و دیگر آمدنت مشکل شد، پای من در گیل شد. باز کی آیی و بر تخت خودت بنشینی و مرا با نگه مهر ببینی. درود و پیام به پایام به تو بیننده عزیز و گرامی و واله و شیفته و دوستدار کلام موزون. اینک باز برنامه نوبتی شهدریز است، مهمان کاشانه شما. در برنامه پیشین ما و شما پیرامون روزگار و
حیات شاعر شیرین کلام وطن دوست و وطن سرا میر عابد سیدای نصفی سخن گفته بودیم. امروز نیز ادامه میراث ادبی و روزگار و وضع اجتماعی و فرهنگی زمان میر عابد سیدای نصفی را با هم بررسی میکنیم. این نوبت ما را آوازخوان خوش سلیقه، آوازخوان محبوب، سابقه دار عالم هنرمند شایسته جمهوری سرابک رحمان همراهی میکنند. بسیار خوش آمدید سرابک. سلامت باشید استاد، سلامت باشید. و امروز من شاد هستم که تلویزیون شاهنواز یک اقدام نیک را پیشه خود ساخته است که از شاعران، از نیاگان ما امروز برخوردار هستیم و برای تربیه امروز و فردای جوانان و امروز فردای تمام مردم تاجیکستان و یک پیشه زندگی خوب یا زندگی نامه خوب پیشه میکنه از نیاگان ما. بسیار خرسند هستم که من در این برنامه منو دعوت کردید. سلامت باشید استاد. تشکر سرابک عزیز. ما نیز بسیار افتخار میکنیم که شما دعوت ما را پذیرفتید، چون درست قید کردید که این برنامه هدفش همین است. هدفش تربیه اخلاقی جوانان است، به جامعه رسانیدن سخن موزون از آثار نیاکانمان و نهایت برای درست هدایت نمودن جامعه و خاصه جوانان امروزی است. و ببینید همین غزلی که شما حاضر خواندید اینقدر پند است، اینقدر نصیحت است، اینقدر اندرز است برای امروزیان که در هر قدم آن را میتوان استفاده کرد و از آن میتوان برخوردار شد. ببینید مصرع‌هایی که شما خواندید: نگاه مست تو خون دل احباب خورد، تیغ بیدادی تو از دستی اجل آب خورد. بله. معنی را ببینید. بله بله. چی گفته سیدای بزرگ؟ در جهان گم شده مهری پدر و فرزندی، ورنه رستم به چی باعث سری سهراب خورد. همین برای همین سرجمی انسان ها را چی میکند که به یکدیگر مهر و محبت داشته باشند. بله سرابک، بسیار درست میگید. اصلا سیدو بسیار سخنی عادی دارد. بله بله. بسیار سخنی والا دارد که این سخنان به هر یک خواننده در کدام طبقه که نباشد، این عالم است، عامی است، دهقان است و یا من نمیدونم پروفسور، بسیار فهما هستند. مثلا همین بیتی که شما حاضر گفتید میگوید که در جهان گم شده مهری پدر و فرزندی، یعنی میگه دیگر بین انسان ها یگان محبت نمانده است، مهر نمانده است، احترام نمانده است. اگر همین خیر که نباشد برای چی میگه رستم که پدر است فرزند خودش سهراب رو میکشد، سر سهراب رو میخورد میگه. بسیار عادی هستند و بسیار پندآموز، یعنی دعوت به احترام همدیگری، با احترام پدر و مادر کلان سالان میکند. میگوید که هر کی با دشمنی خلق روان است چو بحر، زود باشد که سر خویش چو گرداب خورد. یعنی میگوید اگر در روزگار هر کسی مقابل خلق خود میبراید، مقابل کشور خود میبراید، مقابل مردم خود حرف میگوید، دیر نمیپاید. این گونه مردمان زود مثل آن که موج از بحر به مثل گرداب میبرد، زود در خود گرداب نیست میشود. خلق میگوید انا همین خیلی قوای بزرگ است که چنین بدکشان را، چنین بدتینتان را با گرداب غضب خود فرو میبرد میگوید. ببینید اگر قیاس کنیم روزگار سیدای نصفی را با روزگار امروز ما، سیدا در کدام شرایط به سر میبرد که عقلش به فغان آمده است، دلش به فغان آمده است، چنین سخنان را گفته است و ما و شما در کدام روزگار به سر میبریم. این همه آسایشتگی، این همه آرامش که از آن باید در هر قدم شکر کرد، به شرافت سرور کشور و ملت است که ما و شما در چنین آرامش، در چنین سعادت روز میبریم. انا سخنان سیدای بزرگ آرزوی آن هم خیلی روزگار بود.
آن روزها که ما و شما الکی داریم و از آن برخورداریم. و اینجا نگاه عاشقی نیز هست. جوانان عزیز، دو مصرع اول را بینید، میگد که نگاه مست تو خون دل احباب خورد. اینقدر چشم مستی که تو داری میگوید سیدا، اینقدر ناز و استغنایی که تو داری همه دوستداران را خون میریزد، یعنی میکشد، یعنی میکشد. میگوید هر عاشقی که با تو دل میبندد از نگاه بسیار پر استغنای تو، پر غضب تو جان میدهد. مثل آنه که همین خصلت رو تو از اجل گرفته باشی، یعنی تیغ رو از دست اجل گرفته باشی با کشتن عاشقان. بسیار سخن عالی میگوید، بسیار سخن فهما میگوید و آنچنان که در مقطعش میگوید سیدا پیچش آن زلف بران روخ زی چی روست؟ میگد که هیچ میدونی که همین زلفی که این دربر رو تاب خورده است برای چی همین است؟ آخر میگد این روی نیست، این آتش است. روی معشوقه من آتش است میگوید و اگر موی رو بر آتش نزدیک بری تو میخورد که آخر. میگد برای همین این زلف از آتش روخی این خوبرو، این مهرو تاب خورده است. چرا تاب نخورد که از روی این آتش میدمد، آتش میبراید. جرعه میسر منصور برآورد. بله بله، منصور حلاج در نظر. بله بله. میگوید که اگر منصور حلاج که او را با بدمستی حکم کرده بودند، یک جرعه که میگوید اگر مای گرفته باشد و با این یک جرعه او را سر دار برده باشد، یعنی این یک گناهی است که بسیار خرد است. وای بر حال آن مردم میگوید که یک عمر گناه میکنند، با مردم ظلم میکنند، دروغ میگویند، مهنت گریزند، بر پدر و مادر خود مهر ندارند، احترام ندارند. وای بر حال اینها میگوید اگر منصور حلاج که با همین بزرگی با یک گناه بسیار خردش، صغیرهش با این قدر جزا سزاوار شده باشد، بر سر دار رفته باشد، میگد پس دیگران را هشدار میدهد که ای وای، میگد بر شما اگر اینقدر گناهگارید پس رو بیارید به نیکی، رو بیارید به مردم، رو بیارید به خلق و با خلق بیامیزید، در خدمت خلق باشید، در آبادی وطن باشید. آنچنانه که هدف برنامه همین است سرابک عزیز که ما جوانان را دعوت کنیم به دوستداری این وطن و باز هم به شکوفاتر شدن این وطن. و بیاید حاضر یک غزل دیگر را زبان شیرین شما بشنویم و بعد ادامه صحبت رو ببینیم. امروز از دستی توی گل پیراهن رفتم، ز شهر امروز از دستی توی گل پیراهن رفتم، با خود پیچی دهم چون گیر با دست خش رفتم، با خود پیچی دهم چون گیر با دست خش رفتم، و یاد این متین شب خواب دیدم آهوی مشکین، تصور کرد زلفت را به صحرایی فکن رفتم، تصور کرد زلفت را به صحرایی فکن رفتم.
تیفلی غنچه پیش از من در فکری کفم رفتم چو تیفلی غنچه پیش از من در فکری کفم رفتم به ملکی خود ندیدم سعی داروی طرف هرگز به ملکی خود ندیدم سعی داروی طرف هرگز زی دستی آرزوهای خود آخر از وطن رفتم زی دستی آرزوهای خود آخر از وطن رفتم بچه جان از خواب برخیز. پی برده که چی قدر و بر وقت خواب نرود از خواب بیدار شدنش دشوار است. با کمک به من نهاری تیاری نسکویک می آید. مزه دوست داشته کورچه های غرچاست. همه فایده غلادونگی ها و ویتامین ها